السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به اولین برنامه قصه پیامبران خوش آمدید میگوییم. چرا ما پیامبران را انتخاب کردیم؟ زیرا آنها بهترین مردمانند، بهترین کسانی اند در روی زمین. آنها را خداوند برای اصلاح بشریت انتخاب کرده است. اگر وجود آنها نمی بود، مردم در گمراهی و ضلالت می ماندند. چی لازم قصه آنها؟ زیرا که بهترین قصه هاست. خداوند می فرماید: قال الرب عز وجل: نحن نقص عليك احسن القصص. اما مردم امروز گاه از قصه های بشریت تحت تاثیر قرار می گیرند، گاه از تماشای فیلم های خیال احساساتی شده می گیرند، یا اینکه از آن می ترسند، یا اینکه قهرمان های آنها را پیروی می کنند. اما ما درباره بهترین قصه ها و بهترین مردمان سخن می گوییم که پیروی از ایشان واجب است و راه نجات در پیروی از آنهاست. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بهترین قصه ها را با تفسیر از قرآن و سنت برایتان میاریم که هیچ قصه های امت های گذشته ضد آن برآمدن نمی توانند. با ذکر کردن این قصه ها از آن ما پند، حکمت، ایمان و عبرت می‌گیریم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. در قصه های آنها سیر و معجزه هایی است که انسان با خواندن آن در دینش صابر و استوار میماند و در ایمان او هیچ دشمن رخنه ایجاد کرده نمیتواند. اگرچه هر قدر قوی باشد، با او دشمنی کند و با او به جنگ خیزد و او را دشنام دهد، زیرا او قصه پیامبران میخواند، میداند که چطور در مقابل آنها بایستد. این قصه پیامبران است. در قصه آنها بنده است برای کسانی که صاحب عقل میباشند. اینجا قصه ها، حکایه ها و عبرت های میاریم که در آن بلاها و دعاهایی که خداوند از پیامبران قبول کرده است و میبینیم که چطور امت های گذشته با پیامبرانشان مبارزه میبردند و چگونه خداوند به آنها انبیا میفرستاد. هیچ قومی نیست که به آنها رسول یا نبی نفرستاده باشیم. به این قصه ها گوش اندازیم و عبرت گیریم و به شما از قصه پیامبران شروع میکنیم. قصص الانبیا. پیش از آن که از قصه ها آغاز کنیم، باید اول بدانیم که مخلوقات چگونه آفریده شدند. وقتی که خداوند بود، هیچ از مخلوقاتش نبود و او اولین هاست. اولین چیزی که آفریده شد عرش است و بعد از مدت خداوند قلم را آفرید. قلم به سخن درآمد. خداوند به او گفت بنویس. قلم گفت چی بنویسم؟ خداوند گفت بنویس آن چیزی که از اول دنیا تا روز قیامت است. همه چیز را بنویس. به درستی که همه چیز را با اندازه آفریدیم. همه چیز را خداوند 50,000 سال پیش از آفریدن زمین و آسمان نوشت. سپس 50,000 سال بعد از آفرینش قلم، خداوند آسمان و زمین، کوهها، دریاها و آنچه در روی زمین است را آفرید. و خداوند آسمان و زمین را در 6 روز آفرید. بعد از آفرینش آسمان و زمین، کوهها و بحرها و آفتاب و ماهتاب و آسمان را با ستاره ها زینت دادنش، الله ذوالجلال مخلوق با نام جن در روی زمین آفرید. جنها قومی بودند که در روی زمین فساد میکردند، خونها میریختند، تا اینکه ملائک برای عذاب آنها آمد، بعضی آنها را حبس کرد و بعضی از آنها را از روی زمین به سوی بحرها راند. سپس بعد از جنها خداوند خواست خلق نوی آفرد. خلقا جديدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه. ملائک پرسیدند آیا این مخلوق جدید مثل جن هاست در خونریزی و فساد در روی زمین؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
خدایا اگر تو میخواهی که خلق تو را عبادت کند ما تو را عبادت میکنیم. چرا میآفری قومی را که فساد و خونخواری میکنند در روی زمین مثل جنها؟ خداوند در جواب ملائک به آنها گفت: قال إني أعلم ما لا تعلمون. ملائک نمیدانستند که خداوند از این قوم جدید محبوبان خود، پیامبران، شهیدان، نکوکاران، راستگویان و محبوبان خود را می آفرد. این است قوم جدید. قصص نور قصص قصص نور قصص حکمة و صبر. هنگامی که خداوند خواست آدم را بیافرد، فرشته ای را امر کرد تا از هر گوشه زمین خاکی را بگیرد. همه خاک ها به هم آمیختند که بعضی از آن خاک سفید، بعضی سرخ و سیاه و زرد بود که آدم از آن آفریده شد. از این سبب رنگ و طبیعت انسان نیز مختلف گشت، بعضی سیاه، بعضی سفید، بعضی زرد و سرخ، بعضی ملایم طینت و بعضی درشت، بعضی پاک طینت و بعضی پلید. آدم در روز جمعه از خاک آفریده شد. بعد آن خاک را به آب آمیختند و لای گشت و مدت در این حالت بود. از سبب زیاد استادنش لای سخت گشت، سپس بوی آن تغییر کرد و لای نرم و هموار شد و بعد از مدت آن لای مثل سفال کاواک و خشک شد. آدم چنین آفریده شد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. این خاکی که زیر پای ماست اصلی آفرینش ما از اوست. انسان از خاک آفریده شده است، سپس آن خاک لای گشت. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. این است آفرینش آدم. خداوند عزوجل می‌فرماید: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. این از اصل آفرینش آدم. در آن روح را ندمیده بود. مدتی به این حالت ماند. ملائک آن را هر روز با تعجب نگاه می‌کردند و از ترس از خود می‌پرسیدند این چه مخلوقی است و چگونه می‌شده باشد. حتی ابلیس در گرد و اطراف آن دور می‌زد و در شکم او داخل می‌شد و می‌برآمد. آن را نگاه می‌کرد، از او می‌ترسید و او حسد می‌برد و فرشته ها می‌گفت او یک مخلوق کاواک و پوچ است، اما پروردگار شما چنین نیست. اگر من ضد او خیزم او را میکشم. ابلیس از حد خود گذشت، اما فرشتگان او را مراقب بودند. و هنگامی که خداوند بر او روح دمید، امر کرد فرشتگان به سجده افتادند. چگونه بر او روح دمید و چی می شود بعد از آفرینش آدم علیه السلام با ما باشد. بدأت لحظه های بزرگ شروع شد. تاریخی نوی برای بشریت، بلکه سرشوی تاریخ انسانیت بود. شروع شد لحظه های دمیدن روح در آدم علیه السلام. همه در انتظار این رویداد نوی بزرگ بودند، در انتظار جشنی بزرگ. لحظه های دیدنی شروع شد. روح در وجود آدم علیه السلام شروع کرد به سیر کردن. چشمانش را گشود، به راست و چپ خود نگاه میکرد. دیدن را شروع کرد. چی را میدید؟ جنت را با درختان و دریاهایش. چون روح در بینی آدم علیه السلام رسید، عطسه زد. فرشتگان گفتند ای آدم علیه السلام بگو الحمدلله. آدم علیه السلام گفت الحمدلله. الله ذوالجلال گفت یرحمک ربک. روح به شکم آدم علیه السلام رسید، اشتهای خوردن میوه های جنت کرد. اشتهای خوردن از آن میوه ها. آدم از جایش تکان خورد و روح به پایش آمد. شتاب کرد به سوی آن میوه ها، زیرا که انسان از شتاب آفریده شده. خلق الإنسان من عجل.
زیرا که انسان از شتاب آفریده شده. هنگامی که روح در آدم علیه السلام پر شد، به راه رفتن شروع کرد. فرشتگان به او نگاه می‌کردند، همگی مراقب او بودند. الله ذوالجلال گفت: ای آدم، به آن فرشتگان نگاه کن، به سوی آنها برو و بگو: السلام علیکم. آدم علیه السلام رفت و به فرشتگان گفت: السلام علیکم. فرشته ها در جواب گفتند: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرشته ها به آدم انس گرفتند. چه لحظه های خوبی سرشوی تاریخی بشر. ملائک و آدم به هم انس گرفتند. خداوند گفت: ای آدم، این تحیه و سلام تو و فرزندان توست. پس خداوند پشت آدم علیه السلام را محض کشید. تمام فرزندان آدم بیرون شدند، از آدم تا روز قیامت. هرچی قدر باشد ذریه او، از وقت آفرینش تا روز قیامت. میلیاردها ذریه آدم فرود آمد. من، تو، وی همه در آن روز فرود آمدیم، اهل جنت و اهل دوزخ. آدم علیه السلام به آنها نظر کرد. خداوند قرار به آنها گذاشت. با تمام ذریه آدم خطاب کرده گفت: آیا من نیستم پروردگار شمایان؟ همه گفتند: آره، گواهی می‌دهیم بر این. خداوند گفت: روز قیامت آمده نگویید که ما از این چیز آگاه نبودیم. این است ایمان فطری که در دلها محفوظ شده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرتی که در دل است، آن را در روز قیامت انکار کرده نمیتوانی. هنگامی که آدم آفریده شد، وقتی به جا آوردن امر رسید. کدام امر؟ هرگاه که در او روح را دمیدم، به او سجده کنید. تمام فرشتگان آسمان با سرداری جبریل علیه السلام از روی احترام و عزیز داشتن این مخلوق و اجابت امر پروردگار خود به او سجده کردند. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تصور کنید این منظره را. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. مگر یک مخلوق غریب و پست که از جمله ملائک نبود. خداوند او را به آنها راه داده بود. او مدام سجده نمی کرد و به اطراف خود می نگریست. می دید که ملائک در سجده اند و او نه. مدام با کبر و حسود خود استوار بود. خداوند او را پرسید در حالی که می دانست: ای ابلیس، ما لك الا تكون مع الساجدين. و خداوند می دانست این را. اکنون گوش اندازید به جواب احمقانه ابلیس. قال لم اكن لاسجد لبشر. آیا من سجده کنم به این بشر؟ لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال. ابلیس گفت: من از آتش آفریده شدم. آیا سجده کنم به مخلوقی که از خاک آفریده شده؟ این کبر است. خداوند صاحب آن را خوار می کند. اولین گناهی که روی داد در آسمان از ابلیسی که خداوند او را مقام داده بود. خداوند به ابلیس جواب داد: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ابلیس علیه اللعنه را خداوند در صف ملائک مقام و جای داد، در حالی که او ملک نبود. او جین بود. خداوند او را در صف ملائک جا و مقام داد، لکن او سرکشی کرد و کبر ورزید. تمام ملائک سجده کردند و او سجده نکرد و کبر و حسود خود را اعتراف کرد. قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پس خداوند او را از جایگاهی بلندش پیش کرد، از این مقامی عالی که مدتی دراز در آن بود. اکنون او را از این مقام خالی میکنند و از درگاه میرانند. قال فاخرج منها
فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ابلیس یک فرمان الله را به جا آورد. لعنت بر او فرود آمد. تا کی؟ تا روز جزا. ترک یک فرمان لعنت را بر او آورد. وای بر حال کسانی که شب و روز آشکار و نهان دیده و دانسته گناه میکنند. ابلیس با کبر و حسد خود مستحق مردود شدن بود از درگاه خدا. قصص نور قصص قصص نور قصص حکمه و صبر. پس از آنکه خداوند ابلیس را از درگاه راند و به او لعنت کرد، این ملعون پلید حتی نخواست که توبه کند و عذر خواهد. اگر پشیمان میشد و توبه میکرد، خداوند او را میبخشید. اما او به جای توبه خواستن چیزی دیگری خواست. چی خواست؟ ماذا طلب؟ قال رب انظرني إلى يوم يبعثون. مهلتم ده خدایا، نه اینکه تا دمیدن سوری اول، بلکه تا دمیدن سوری دوم، تا روز جزا. او به همه اینها ایمان داشت، به خدا و روز جزا، به جنت و دوزخ، لیکن در برابر فرمان خدا کبر ورزید. با وجود کفر و ملعونیش خداوند خواسته او را اجابت کرد. قال انك من المنظرین. چون خداوند ابلیس را تا روز جزا مهلت داد، ابلیس به خداوند گفت: خدایا، تا روز جزا مهلتم دادی، اکنون من بنی آدم را گمراه میکنم. گفت: خدایا، ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. چرا نگفت از بالایش؟ زیرا که او میدانست الله در بالای آنهاست. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. الله ذوالجلال گفت: دور شو از درگاه من ای خوار و ذلیل و ملعون، با همراهی کسانی که تو را پیروی میکنند از فرزندان آدم. هر آینه جهنم را از تو و پیروانت پر میکنم. و خداوند بر او فرزندان داد در روی زمین که همه ابلیس را پیروی میکنند. او یک لشکری بزرگ از شیطان دارد که همه بر جنگ فرزندان آدم میکوشند. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ابلیسی که ملعون است و از درگاه عالی رانده، حد خدا را گذشته، بندگان او را مغرور و از یاد خدا غافل می کند و گناه را بر آنها زینت می دهد و از طاعت الله ذوالجلال دورشان می کند. هنگامی که ابلیس به خداوند گفت: قسم به عزت و بزرگیت که آنها را گمراه خواهم کرد، خداوند به او در جواب گفت: قسم به عزت و بزرگیم آنها را می بخشم اگر عذر خواهند و توبه کنند. اما آدم علیه السلام را خداوند داخل بهشت کرد. از میوه های آن می خورد و از دریاهایش می نوشید و در سایه درختانش استراحت می کرد. در جنت تو هیچگاه تشنه و گشنه نمی مانی، هیچ غم را نمی بینی. با وجود این همه نعمت ها، آدم علیه السلام خود را تنها حس کرد. با خود می گفت: چطور در این نعمت ها تنها زندگی کنم؟ آدم علیه السلام را خواب آمد. وقتی از خواب خیست، زنی را در پهلوی خود دید. از او پرسید: کیستی تو؟ گفت: من زن هستم. از کجا آمدی؟ خداوند مرا آفرید. گفت: برای چی خداوند تو را آفرید؟ گفت: آفرید مرا تا تو را آرام کند. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها
فرشته ها آدم علیه السلام را پرسیدند نام او چیست؟ خواستند او را امتحان کنند آیا تمام نام ها را می داند یا نه؟ آدم علیه السلام گفت نام او حواست. ملائک گفتند برای چی حوا؟ گفت زیرا او از چیزی زنده آفریده شده است. حوا از قبرغه آدم علیه السلام آفریده شده است. آدم علیه السلام با همراه زوجه‌اش حوا از استفاده کردن نوش و نعمتها، دریاها و درختان و میوه‌ها و دیگر نعمتهای جنت زندگی می‌کرد. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتم. همه چیز بر شما حلال است در این جنت. دریاهایش، درختانش، سایه‌هایش، همه چیز حلال است مگر یک چیز. و آن چیز، آن درخت را دیدی، به او نزدیک نشو. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نه تنها خوردن میوه آن را حرام کرده بود، بلکه نزدیک شدن به آن درخت به آنها حرام بود. ای آدم و حوا، حذر کنید از شخصی که در بین شما زندگی میکند. او دشمن شماست که میخواهد شما را از اینجا برآورد. پس هوشیار باشید تا شما را مغرور و وسوسه نکند، به دام خود نافتاند. خداوند کلام خود را تصدیق کرده میگوید ای آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. بدان ای آدم که جنگ بسیار سخت است و این دشمنی تو اولین حمله خود را میکند و کوشش میکند تا تو از آن درخت بخوری. پس تو و زوجت به این هرگیز نزدیک نشوید. آیا آدم به این نعمتهای جنت قانع می شود و ترک آن درخت می کند؟ یا او با دام شیطان افتاده فریب او را خورده از آن درخت می خورد؟ یا چطور ابلیس او را وسوسه می کند؟ چطور زوجه او را مغرور می کند؟ و حمله اولی او چیست؟ و چی رخ می دهد بعدی همه اینها؟ جواب این سوالها را در بخش دوم خواهید فهمید ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور